سیبا زینب دوران زندان قسمت 16. او در ادامه صحبتهایش با ناراحتی گفت: سیبا، مرا جلوی بچم سولماز خیلی شکنجه دادند، شلاقم زدند، ولی چیزی نگفتم. اما وقتی علی را با من روبرو کردند، او همه چیز را گفت، همه را لو داد. او به همه خیانت کرد. من ضمن دلداری دادن به زری گفتم: میدانم علی مسائل من را هم گفت، اما من حالت بدی که زری به علی داشت را نداشتم. از زری پرسیدم حکمت چیه؟ و آنگاه که از او شنیدم به من حکم ندادن، ساکت و خاموش او را نگاه کردم. وقت دستشویی تمام شده بود. ما باید زود بیرون می رفتیم. در حین بیرون آمدن گفتم: زری، کاش من و تو توی یک بند بیفتیم. در مسیر راه به سوی بندها زری از پشت چادرم را گرفت و هر از گاهی آرام سیبا سیبا می کرد و چیزی می گفت. من هم یواشکی دستم را به پشت می بردم و دستش را می فشردم. بالاخره زمان تقسیم افراد به بندها رسید، ولی نه آنگونه شد که ما آرزو کرده بودیم. زری به بندی رفت و من به بند دیگری و آن لحظه نقطه پایان رابطه من با زری برای همیشه گشت. همان گونه که لحظه شنیدن صدای علی از دور نیز به آن نقطه پایان پیوست. بعد از چند روز اقامت در اوین، افرادی که حکم گرفته بودند را صدا کردند تا آنها را راهی زندان قزلحصار نمایند. من همچنان امیدوار بودم که در این افراد علی را هم ببینم. یکی از دوستان در رابطه با علی این سؤال را داشت: چرا علی بدون شکنجه همه چیز را میگوید؟ آیا اصلاً بدون شکنجه بوده؟ متاسفانه علی اعدام شد و خیلی از مسائل از من هم پوشیده ماند. ما هم دیگر را مجموعاً 3 یا 4 بار بیشتر ندیدیم که من به آنها اشاره کردم. در تمام این اوقات او از شکنجه خود چیزی نگفت. اساساً مسئله شکنجه شدن و شلاق خوردن افراد امری نبود قابل کتمان. نه ما آن را مخفی می کردیم و نه مسئولین زندان. از طرفی اوین فروردین سال 1361 در روزنامه ها دستگیری بسیاری از اعضای گروه اتحاد مبارزان کمونیست و ضربه به آن گروه اعلام گردید. در زندان علی به عنوان یکی از مسببین اصلی آن خوانده شده بود. از یکی هم شنیدم در دستشویی ها نوشته بودند که علی خائن است، ولی من این را هیچ جا ندیدم. اینکه چرا علی بدون شکنجه همه چیز را میگوید برایم کامل روشن نیست، اما از حالاتهای علی نسبت به خودم و گزارش هایی که بعدها بازجوها و دیگران درباره علی به من دادند، عامل مهم در این امر را میتوانم احساس او بخوانم. در واقع علی بین من و گروه من را انتخاب کرد. عشق او، سیبا سیبا کردنهای او، آسی کردن نگهبانان برای ملاقات و دیدن من، حرفهای او درباره زندگی و آزادی و تشکیل خانواده، امید او به دست کشیدن من از مبارزه، نفرت و انزجارش به مسائل سیاسی و فعالیت‌های تشکیلاتی و همگی تا اندازه‌ای نشان دهنده حالات او بودند. قطعاً، اما عوامل دیگری هم دخیل بودند که باید منتظر شویم تا حقایق بیشتری روشن شود. برای من واقعاً تعجب آور بود که چطور او حرفهای بازجوها را باور کرده بود. او مرتب به من می گفت: ما آزاد می شویم.
می رویم بیرون و با هم زندگی می کنیم و در حقیقت مسئولین زندان با کمال سوء استفاده از احساس علی نسبت به من بزرگترین خیانت را به صداقت او کردند. علی هر آنچه که آنها می‌خواستند در اختیارشان گذاشت تا مستحق یک زندگی با ارزش با عزیزش شود. ولی یک بازی خورده شد، یک بازی خورده واقعی که قبل از اعدام فیزیکیش از همه طرف و حتی از طرف احساسات من اعدام وجودی شد. افسوس و صد افسوس. به او قول آزادی دادند و امکان ادامه زندگی با من. علی این را باور کرد، آنچنان باوری که مرا هم با تمام تجارب چند ماهه‌ام در زندان به شک انداخته بود. و در نهایت چه شد؟ علی با ناباوری تمام تا لحظه مرگ سیبا سیبا کرد و به قول بازجوها سیبا سیبایش همه جای زندان اوین را پر کرده بود و بدون کامی از عشقش ناجوانمردانه به کام مرگ فرو رفت. من هم که خود نوعی بازی خورده از هر دو طرف بودم، بعد از برگشتم و آزادی از زندان دست سیاره خواهر علی را میگیرم. از او میخواهم که با هم پیش بازجویم برویم تا برادر جواد پرونده علی را برایش باز کند و برای سیاره روشن سازد که اعدام علی بی سبب نبوده و با اسلحه و تسلیحات ضد رژیم سر و کار داشته است. با این کارم شاید میخواستم هر دو طرف را توجیه کنم، هر دو طرفی که به نوعی وابستهشان بودم. عجیب که خانواده علی نیز در رابطه با اعدام و مرگ علی ناباور بودند و حتی سر قبر او نمی رفتند. به نظرم علی این احساس را به آنها هم منتقل کرده بود. در کمال تعجب من همگی می گفتند علی زنده است و روزی پیش آنها بر می گردد. به ویژه مادر معتقد و متدین او که تمام مدت قرآن می خواند و می گفت بارها خواب علی را دیده است و حتی در حالی که شرایط بسیار خوبی داشته به او وعده بازگشت به پیش آنها را داده است. مادر علی تا 15 سال بعد از آزادی من هنوز بر این باور بود. قبر علی را من بعد از آزادیم در بهشت زهرا در بخش 90 و چندمین یافتم، اما سالها بعد هرچه گشتم دیگر از آن قبر خبری نبود. آن بخش بهشت زهرا را بالکل تغییر داده بودند. امروز احساسات و علایق من به علی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است و به رفتار او در آن زمان حتی حق می دهم. حق این که نمیخواست دیگر اصلا مبارزه کند، فعالیت سیاسی داشته باشد، حق تلاش برای حفظ زندگی با معشوقش. او حق انتخاب داشت ولی متاسفانه مجبور به این انتخاب شد در شرایط سخت زندان که برایش خیلی گران تمام می شود. بهمن شفیق شوهر خواهرم که در دانشگاه صنعتی با علی هم دوره بود، بعد از خواندن بیوگرافی کوتاه من در کتاب عادتی 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 و انتشار عمومی آن در سایت های مختلف با دلخوری به من اعتراض می کند. زیبا، چرا درباره علی این مسائل لو دادن او را در زندان افشا کردی؟ ما همه این را می دانستیم ولی نمی خواستیم. او که برای خواهرزاده هایش و دیگر یک قهرمان بود بشکند. تو نباید این کار را می کردی. یا مهرنوش موسوی عضو مرکز حکم و تیزها از ناصر، اسم تشکیلاتی علی، چنان قهرمانانه یاد می کرد که من مجبور شدم نوشته های خام و تصحیح نشده‌ام را درباره زندان برایش بفرستم تا کمی واقعیت ها را بیشتر لمس کند، ولی گویا برای ما وارثان فرهنگ مرده پرستان هنوز زمان زیادی برای زدودن شدن تحجرات فکریمان لازم است.
به نظر من برخورد به مقوله‌ای مانند علی یک بحث فردی و خاص علی نیست، هرچند که ویژگی‌های خاص خود را دارد. امثال علی که بدون شکنجه همکاری کردند کم نبودند. البته علی توبه نمی‌کند. دادن اطلاعات و همکاری، ابراز انزجار از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی لزوماً به معنای برگشت ایدئولوژیکی به سوی اسلام و جمهوری اسلامی نبود، در حالی که من طواف شده بودم، یعنی برگشت اعتقادی و سیاسی به سمت اسلام و جمهوری اسلامی و به دنبالش فعالیت سیاسی و تشکیلاتی و مبارزه در جهت اعتقادات جدیدم داشتم. این دو مقوله متفاوت از هم می باشد. به هر حال برای جواب کامل به این سوال ما نیاز شناخت گزارشات دیگر از زندان هستیم که در مدت قبل از اعدام با علی هم بند بودند، چون علی تقریباً 3 ماه بعد از گرفتن حکمش اعدام شد. زیبا، به نظرت عامل اصلی در طواب شدن زندانیان فشار و سرکوب حاکمیت، جو رعب و وحشت در زندان بود؟ پدیده توابین و ابعاد آن به قدری وسیع و گسترده است که بررسی و تحلیل آن نیازمند نیروی قوی و پرتوانی است. به نظر من فشار و سرکوب رژیم یکی از عوامل تأثیرگذار بوده، نه عامل منحصر و حتی اصلی در این امر. تقصیرها را صرفاً گردن سیستم سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی انداختن گره آنچنانی را از مسائل حل نمی کند، باز نمی کند. من معتقدم برخورد صادقانه و روبرویی با حقایق و پذیرش انحرافات و اشکالات می تواند تا اندازه‌ای ما را به سوی روشنگری پیش ببرد. برای بسیاری از افراد وابسته به گروه‌ها که ابتدا سرموضع بودند، شکنجه و فشارها را تحمل کردند، بعد از مدتی در زندان برمیگردند. چرا بسیاری از مبارزان و سیاسی کاران در بیرون از زندان کنار کشیده اند و حتی بیزار از جزئیات سیاسی و تشکیلاتی شده اند؟ چرا؟ اینجا که دیگر آن سرکوب ها و شکنجه ها نبود، پس باید علل را در جاهای دیگر نیز جستجو کرد. بر مبنای شنیده ها و رژیم شاه شکنجه ها وحشتناکتر بودند. چرا آن زمان برگشت و همکاری آنها در چنین سطح وسیعی و اساساً پدیده‌ای به نام توابین وجود نداشت؟ من زندانی این رژیم بودم، اما هیچ وقت در دوران زندان شاهد تجاوز و تعرض جنسی به زنی از طرف زندانبانان نبودم، یا نمونه شکنجه‌هایی مانند شوک الکترونیکی، آپولو، شاشیدن روی افراد، سیگار روی بدن سوزاندن و ناخن کشیدنها و امثالهم ندیدم. شلاق و قپانی و سیلی و کتک و زندانهای انفرادی و انواع فشارهای روحی بود، اما برگشت و همکاری افراد را صرفاً ناشی از این فشارها و شکنجه ها دیدن. سطحی نگری است. اما ما در این زمان زندانیان زیادی داشتیم که هر دو رژیم زندانی بودند. آنها قطعاً می توانند بهتر نظر بدهند، قضاوت کنند، چون شاهد دو سیستم زندانبانی و شکنجه و سرکوب بودند. از این افراد که حتی سخت‌ترین شکنجه ها را در زمان شاه تحمل کرده بودند می دیدم که با این رژیم همکاری می کردند. مصاحبه های تلویزیونی داشتند. بعضی ها هم مانند احسان طبری آنچنان برگشتند که با نقد و سیاسی و ایدئولوژیکی کتاب‌ها نوشتند. گروهی هم جزو توابین شدند. کسانی هم بی‌طرف و بعضی هم سرموضع ماندند. اینها وقتی دور از تشکیلات و فعالیت‌های سیاسی قرار گرفتند، می‌توانستند بهتر جریانات را بررسی کرده و با
بازنگری اساسی به درون خودشان نمایند، همان گونه که همین مسائل در مورد من و بسیاری از افراد دیگر صدق می کرد. تحمل و جبر و القا بایدها و نبایدها و فشار و سرکوب در روند حرکت به نفی خود خواهد رسید و این هر دو جریان، چه رژیم و چه مخالفان رژیم، صدق می کند. ماجرای زندان را تا آنجا رساندیم که بعد از گرفتن حکم مرا به اتفاق عده‌ای دیگر به قزلحصار می‌فرستند تا دوره حکممان را آنجا بگذرانیم. در مینیبوس چشم بند نداشتیم، نباید برای مردم عادی معلوم میشد که در این مینیبوس زندانیان هستند. امید داشتم در این جمع علی را ببینم، اما متاسفانه او با ما نبود. از خیابان‌های شهر عبور کردیم. بعد از ساعتی به قزلحصار رسیدیم. آنجا باید چشم بند می‌بستیم. راهروی قزلحصار طول و دراز بود، با کف موزاییک، به طوری که صدای پا در آن راهرو بلند میپیچید، به خصوص صدای چکمه حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بود. او به اقرار خودش آهنگری بی سواد بود که مسئولیت زندان را به او واگذار کرده بودند. حاج داوود آهنگری بود حزب اللهی که در جریان انقلاب به مقام و منصبی رسیده بود. بعد از انقلاب معیارها بسیار تغییر کردند. کافی بود که یک فرد مسلمان معتقد به امام فقط حزب اللهی باشد تا به او موقعیتی داده شود. زندانبان شدن هم که از نظر آنها تحصیلات و مدرک نمیخواست. کافی بود قلدری بلد باشی، معتقد به اسلام و امام باشی. قد و قیافت هم که به این کار میخورد که چه بهتر. اینها همه به حاج داوود میخورد. هیکل و ظاهرش هم لرزه بر اندام میانداخت و برای زهر چشم گرفتن خوب بود. من ابتدا به بند 7 منتقل شدم. بند 7 و 8 نسبت به بند 3 و 4 کوچکتر بودند. به همین تعداد بند برای مردها بود. در مجموع 8 بند میشد. بعد از ورود به داخل بند به محوطه حال مانند می رسیدیم. ابتدا زندانیان در آن جمع شده یا از توی بند به آنجا خوانده می شدند. مسئولین زندان از آنجا برای زندانیان صحبت می کردند. یک اتاق کوچک هم داشت که مسئولین بند عمدتاً از توابین در آنجا کار می کردند. بعد از این محوطه اتاقک ها با در و دیوار بیرونی از میله های آهنی شروع می شدند. بعضی اتاقها کوچک 10-12 زندانی در آنها و گاهی کمتر یا بیشتر. بعضی اتاقها بزرگتر تا 20-25 نفر در آن زندگی می کردند. دو طرف بند این اتاقها بودند. وسط راهروی بزرگ و آخر بند حمام و توالت و در این راهرو زندانیان قدم می زدند، نماز می خواندند. سفره های 30-40 متری غذا انداخته می شد. در هر بند کوچک به طور متوسط 100-150 نفر بودند. در بند بزرگ 200 یا 300 نفر. اینها همه محاسبه تقریبی من است. در اتاقهای کوچک 1 یا 2 تخت 3 نفره جای می گرفت. در اتاقهای بزرگ 5-6 تا تخت 3 نفره در راهرو. اتاقها در بندهای معمولی باز بودند، ولی امکان بسته شدن آنها وجود داشت. در بندهای تنبیهی مثل بند 8 گاهی درها را می بستند. درباره مسائل آماری و وضعیت زندانها به اندازه کافی نوشته‌ها و یادداشت‌های مختلف وجود دارند که شاید از گفته‌های من بسیار کاملتر باشند. با ورود به بند 7 فاز جدیدی برایم آغاز شد. به این فکر می کردم که در شرایط جدید مبارزه و سیاست خاصی
اتخاذ کنم و با دیگر همرزمان و همگروه‌هایم فعالیت‌های تشکیلاتیم را در زندان پیش ببرم. حالا دیگر با گرفتن حکم دغدغه کمتری داشتم. در ابتدا به دنبال افراد همگروه یا نزدیک به گروه سیاسی خود مثل پیکار و رزمندگان و غیره بودم. اینجا دیگر همه افراد حکم گرفته بودند و یک شناسنامه سیاسی از خود داشتند، بماند که بعد از مدتی به یک عنوانی معروف می شدند. سرموضع مقام بریده، تواب، خائن. متاسفانه در جامعه ما فرهنگ حذفی، مارک زدن بسیار معمول است، به ویژه که در جوی مثل زندان اینها خود را به شکل حادتری نشان می‌دهند. البته خبرهایی به هم رسانده شد تا حدی خمیرمایه حقیقت را برداشتند. به قول معروف تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. ولی در آن سیستم زمخت و کلیشه‌ای